تو راه که داشتیم میرفتیم همش فکرم مشغول بود و متحیر بودم که این زن تنها تو بیابون کیه؟ این مقام و عرفان رو از کجا آورده که هر سوالی ازش میپرسیم با قرآن جواب میده و هر حرفی که میخواد بزنه از آیه های قرآن استفاده میکنه. تو بهارالانوار مرحوم مجلسی از ابوالقاسم قشیری نقل شده که میگه تو بیابون و صحرا داشتم میرفتم تا به شهر مقصد خودم برسم، اما در کمال تعجب یه زنی رو تنها تو بیابون دیدم. آروم با اسبم رفتم کنارش، گفتم خانم شما کی هستی تو این بیابون، اونم تنها؟ اما به جای اینکه جواب منو بده یه آیه از قرآن خوند و گفت و قل سلام فسوف یعلمون. تعجب کردم که چرا این زن داره قرآن میخونه، اما به معنای آیه که دقت کردم دیدم داره به من میگه اول سلام کن تا بعد جوابتو بدم، چون سلام نشونه ادبه. بهش سلام کردم و گفتم خانم شما تو این بیابون اونم تنها چی کار میکنی؟ اما بازم دوباره تو جواب من آیه قرآن خوند من یهد الله فما له من مضل. کسی رو که خدا هدایتش بکنه گمراه نمیشه. از قرائت این آیه هم فهمیدم که این خانم تو بیابون گم شده، اما برای پیدا کردن مسیر خودش به خدا امیدواره. با خودم گفتم نکنه این زن از گروه جنها باشه و بخواد ما رو اذیت بکنه. بعد دیدم نه، کسی که هر سوالی ازش میپرسم داره آیه قرآن برام میخونه و جوابمو میده، بعیده که جن باشه و اهل اذیت کردن دیگران. برای همین ازش پرسیدم از جنها هستی یا آدمی زادی؟ دوباره با قرآن جواب داد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. وقتی میرید مسجد زینتتونم با خودتون ببرید. از این آیه هم فهمیدم که آدمی زاده و جن نیست. گفتم از کجا میایی؟ پاسخ داد ینادون من مکان بعید. گفتم کجا میری؟ جواب داد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر کسی که مستطیع شد باید حج خونه خدا رو به جا بیاره. از قرائت این دوتا آیه هم فهمیدم که شهرش خیلی از اینجا دوره و داره به سمت خونه خدا میره برای زیارت کعبه. احساس کردم یکم خسته است. گفتم خانم چند روز حرکت کردی؟ دوباره آیه قرآن خوند ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام. ما تو 6 روز زمین و آسمون رو خلق کردیم. منم فهمیدم که 6 روز تو مسافرته و داره به سمت خونه خدا میره. پرسیدم غذا خوردی؟ جواب داد و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. ما اونها رو جسدهای قرار ندادیم که غذا نخورن. فهمیدم که چند روزی هم هست که غذای درست و حسابی نخورده و گرسنه است. بهش گفتم پس عجله کن، من میرم، تو هم سریع دنبالم بیا که به قافله برسونمت. جواب داد ولا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا هر کسی رو به اندازه توانش تکلیف میکنه. منظورش هم این بود ای مرد من خستم، تو این بیابون چند روزه که سرگردونم، نمیتونم دنبال اسب تو بیام. به این خانم گفتم پس بیا پشت من سوار شو که سریع به قافلت برسونمت. اما جوابی که به من داد باعث خجالتم شد. این آیه از قرآن رو خوند لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگه تو دنیا 2 تا خدا وجود داشته باشه و جهان 2 تا خدا داشته باشه، بین این 2 خدا فساد ایجاد میشه. فهمیدم این زن با اینکه خسته است، با اینکه گرسنه است و چند روز تو بیابون گم شده، اما حواسش به حلال و حرام خدا هست. داره به من میفهمونه آی مرد اگر من پشت تو سوار اسب بشم، من و تو به هم نامحرمیم، بین من و تو فساد و حرام خدا اتفاق میفته. من نمیخوام مرتکب حرام بشم. من که به خاطر تسلط این زن به قرآن و مفهوم کلام خدا متحیر مونده بودم، اصلا حواسم نبود به اینکه این کار حرامه و باعث اختلاط زن مرد نامحرم میشه. برای همین از اسب پیاده شدم و با خجالت گفتم شما تنها سوار بشید. همین که این زن سوار اسب شد، برای تشکر کردن از خدا هم این آیه قرآن رو خوند سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له من مقرنین. تو راه که داشتیم میرفتیم همش فکرم مشغول بود و متحیر بودم که این زن تنها تو بیابون کیه؟ این مقام و عرفان رو از کجا آورده که هر سوالی ازش میپرسیم با قرآن جواب میده و هر حرفی که میخواد بزنه از آیه های قرآن استفاده میکنه. تشکر کردنش از خدا هم حتی با آیه های قرآنه. تو خستگی و گرسنگی هم حواسش به حلال و حرام خدا هست. مربی و معلم این زن کی بوده؟ همش این فکرها تو سرم میچرخید تا اینکه به قافله رسیدیم. چون میدونستم قرار دوباره به آیه های قرآن جواب بده، با لبخند ازش پرسیدم تو این قافله آشنایی داری؟ جواب داد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل یا یحیی خذ الکتاب بقوه یا موسی انی انا الله یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض. به این 4 آیه که دقت کردم فهمیدم تو این قافله 4 تا آشنا داره به اسم محمد و یحیی،
داوود و موسی. چند لحظه ای نگذشت که 4 مرد نزدیک من و زن شدند. صدا زد المال و البنون زینت الحیات دنیا. فرزندان و مال زینت زندگی دنیا هستند. منم فهمیدم که این 4 نفر پسرای این خانم هستند. دوباره آیه قرآن تلاوت شد. یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. و چون کلمه های اجاره و اجیر شدن توی این آیه بود، فهمیدم که داره به پسراش میگه این مردی که منو به قافله رسونده خیلی زحمت کشیده، یه مزد و پاداشی بهش بدین. وقتی 4 پسرش یه مقدار دینار و درهم به من دادن، این خانم که احساس کرد مقدار پول کمه، این آیه از قرآن رو خوند. والله یضاعف لمن یشاء. خدا برای هر کسی که بخواد فزونی میده، یعنی مزد کمی بهش دادین، بیشترش کنین. پسراش هم طلا و نقره بیشتری به من دادن، اما من تو همون حالتی که طلا و نقره تو دستم خشک شده بود و از کمال و مقام این زن متحیر و مبهوت بودم، از پسراش پرسیدم این خانم کیه که فضیلت‌هایی داره که من مثلش رو ندیدم و نشنیدم. جواب دادن این مرد، این زن فزه خادمه و کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها است. تو خونه حضرت زهرا بزرگ شده و صدیقه کبرا مربی و معلم ایشون بوده و انقدر عطر قرآن و کلام خدا تو خونه فاطمه پررنگ بوده که مادر ما بیش از 20 ساله که بجز از قرآن صحبت نکرده و هر سوالی که ازش میپرسیم و هر حرفی که میخواد بزنه با آیه های قرآن میگه. فزه خادمه همیشه به عنوان یکی از اعضای خونه امیرالمومنین علیه السلام مورد احترام بوده و هیچ وقت به چشم کنیز و خادم دیده نمیشد. مثلا وقتی که امام حسن و امام حسین علیهم السلام مریض شدن، پدر و مادرشون نذر کردن که 3 روز روزه بگیرن. فزه هم همراه سرورانش این نذر رو کرد و 3 روز روزه گرفت. تو اون 3 روز موقع افطار هر شب مسکین و یتیم و اسیری اومد و این خانواده غذا و افطاری خودشونو به فقیر دادن و فقط با آب افطار کردن. فزه هم به پیروی اهل این خونه غذای خودش رو به نیازمند داد. به خاطر کار این خانواده آیه نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. عجیب نیست از اینکه این آیه در شأن امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام نازل شده. عجیب اینه که این آیه در شأن فزه خادمه هم نازل شده. از امام صادق علیه السلام روایته که امیرالمؤمنین برای فزه دعا کردند. فرمودن اللهم بارک لنا فی فزتنا. خدایا به فزه ما برکت عطا کن. صحبت کردن و جواب دادن به آیه های قرآن فقط یکی از فضائل کنیز خونه حضرت زهراست. فزه دختر پادشاه هند بود و علم کیمیا و اکسیر رو بلد بود. وقتی هم به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها اومد و دید تو این خونه اموال دنیایی پیدا نمیشه و فقط زره و شمشیر و یه دونه آسیاب و چند تا ظرف تو خونه حضرت زهرا هست، دلش گرفت. برای همین فزه یه مقدار مس رو برداشت، اون رو آتیش نرم کرد، بعد از اون اکسیری که داشت به این مس زد و مس تبدیل به شمش طلا شد. امیرالمومنین که وارد خونه شد، فزه شمش طلا رو جلوی علی گذاشت. حضرت لبخند زدن، فرمودن آفرین فزه، اما اگر اول مس رو ذوب می‌کردی، بعد به اون اکسیر می‌زدی و چنین و چنان می‌کردی، طلای خالص‌تر و گران قیمت‌تری به دست می‌آوردی. فزه تعجب کرد، گفت آقا شما هم از این علم سر در میارید و اون رو بلدید؟ امیرالمومنین فرمودن بله، و در حالی که به سید الشهدا اشاره می‌کردن، حضرت فرمود حتی این طفل خردسال همین علم رو بلده. ای فزه، ما بالاتر از این علم‌ها رو بلدیم. بعد امیرالمومنین اشاره به زمین کرد، یه جویی رو زمین پدیدار شد که داخلش پر از طلا و نقره و جواهرات بود. آقا فرمودن ای فزه، طلات رو کنار باقی جواهرات بذار و از اون بگذر. فزه هم همین کار رو کرد و همه طلا و جواهرات ناپدید شدن. فزه خادمه انقدر فضیلت داره که تا آخرین لحظات زندگی حضرت زهرا خادمیشونو میکرد و بعد از شهادت حضرت زهرا وقتی که امیرالمؤمنین داشتن خانم رو کفن میکردن، وقتی که میخواستن بند کفن رو ببندن صدا زدن ای زینب و ای ام کلثوم، ای حسن و حسین و ای فزه، بیایید از فاطمه توشه بگیرید که این آخرین لحظاتیه که دیگه فاطمه رو میبینید. این خیلی نکته عجیب و مهمیه که امیرالمؤمنین فزه خادمه رو جزو اولاد خودشون حساب میکردن و اسم فزه کنار اسم فرزندان حضرت زهرا قرار میگیره. بعد از اون هم خدمتگزاری زینب کبرا سلام الله علیها رو میکرد و همراه کاروان به کربلا اومد و شاهد مصیبت‌های آل پیغمبر بود. این فضیلت‌ها و مقام‌ها رو که آدم از کنیز و خادم حضرت زهرا سلام الله علیها می‌بینه، بیشتر اون روایت رو میفهمه و درک میکنه که حضرت فرمودن فاطمه نامیده شد چون مردم مفتوم و درماندن از این که ارزش و قدر و مقام فاطمه رو بشناسن.
احتمالاً شما هم این شبهه رو شنیدید که میگن چطور غیرت حضرت علی اجازه داد که فاطمه زهرا رو بفرسته پشت دری که دشمنش اونجا ایستاده. برای شنیدن جوابش حتما این ویدیو رو ببینید. یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد. یا علی مدد.